سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین. من ملیکه هستم و در این ویدیو میخواهم به شما اجزای کلام در زبان پشتو را آموزش بدهم که در زبان پشتو اجزای کلام را میگن د کلام توکی. اجزای کلام د کلام توکی په شپږ ډول دی. اجزای کلام به 6 نوع می باشد. نوم به معنی اسم، نوم اسم، نومزری ضمایر، نومزری ضمایر، فعل به معنی عمل یا کار، استاینوم به معنی صفات، قیدونه قیدها، اعداد به معنی حروف اضافه. نوم ستوایی نوم هغه کلمه ده چې پرته د زمانی خودلو څخه خپلواک معنا ولري. اسم به آن کلمه گفته میشه که بدون دخالت زمان دارای معنای مستقل باشد او د ځای شی او شخص د نومونو لپاره کارول کیږي و برای نام بردن جای، شی و شخص به کار برده میشه. لکه مانند کابل که اسم مکان هست، احمد که اسم شخص است، کتاب اسم شی هست. این بود اسم. دوهم نومزری. نومزری په پښتو ژبه کې ستوي. ضمیر در زبان پښتو چی میگوید؟ نومزری هغه لفظ چې د نوم ځای ونیسي، آن لفظی که به جای اسم به کار برده شود او د هغه د تکرار څخه مخنیوی وکړي و از تکرار آن جلوگیری بکند نومزری ویل کیږي. ضمیر گفته میشه. لکه مانند دی. دی به معنی آن زن، هغه به معنی آن مرد، هغوی آنها. یعنی به جای از اینکه اسم ما به کار ببریم، اسم شی، اسم شخص یا اسم نفر سیوم به کار ببریم، به جای او ضمیر آن را استفاده میکنیم. فعل ستوایی. فعل چی را میگه؟ فعل هغه کلمه ده چې د زمانی په دخالت سره خپلواک معنا ولري. فعل به آن کلمه گفته میشه که با دخالت زمان یا با آمدن زمان دارای معنای مستقل می باشد. او یو فعل یا کار یا چار په یو وخت څرګند کوي. یک فعل و یک کار در یک زمان مشخص چی میکنه؟ واضح میکنه. لکه خورم. خورم به معنی میخورم. او خورم به معنی خوردم. با خورم به معنی خواهم خورد که در هر کدام از اینا یک زمان به کار رفته. خورم به معنی میخورم یعنی زمان حال به کار رفته. او خورم به معنی خوردم که زمان گذشته میشه. بخورم به معنی خواهم خورد که زمان آینده میشه. یعنی فعل با دخالت زمان، با آمدن زمان دارای معنای مستقل میباشه. این میگه فعل. قید ستوایی. قید چی رو میگه؟ قید هغه کلمه ده چې پر فعل، صفت او یا بل قید باندې ور زیاتیږي. قید به آن کلمه گفته میشه که با زیاد کردن فعل، صفت و یا با قید دیگر، یعنی با اضافه کردن فعل، صفت و یا قید دیگر اگر زیاد شوه همراهش یک جا شوه او دی هغه معنا مقید کوي و معنای آن را مقید بکنه، یعنی او واضح بکنه، هغه قید توایی. آن را به نام چی یاد میشه؟ به نام قید یاد میشه. لکه علی یو ډیر هوښیار هلک دی. علی یک بچه بسیار هوشیار است که در اینجا اینمی کلمه ډیر، کلمه هوښیار را چی کرده؟ مقید ساخته، قید ساخته که او بسیار یک بچه چیز هوشیار است. و یا به این مثال های زیر توجه بکنین. لکه جرجر، زود زود. مثلا میگیم که تاسو جرجر ولکه، شما زود زود بنویسید. اینی کلمه زود زود این جمله را چی کرده؟ مقید ساخته. ورو ورو به معنی آهسته آهسته، نن به معنی امروز، پرون به معنی دیروز او داسې نور و غیره. یعنی اینا چی هسته؟ اینا قید هسته. استاینوم ستوایی. صفات رو چی را میگن؟ استاینوم یا صفت. استاینوم در زبان پشتو میشه، صفت در زبان فارسی. استاینوم یا صفت دی نوم حالت سرنگوالی بیانوی، یعنی صفت حالت و چگونگی اسم چی میکنه؟ بیان میکنه. لکه اسپین، سفید. آیا این اسم مثلا حالت و چگونگیشو بیان میکنه که چه رقمی هست. غټ به معنی کلان، خوخ به معنی خوش، غمجن به معنی غمگین و غیره. اعداد په پښتو ژبه کې ستوي. اعداد یا حروف اضافه را در زبان پښتو چی میگه؟ اعداد یا حروف اضافه هغه کلمه ده چې په خپلواک ډول معنا نه لري. یعنی اعداد یا حروف اضافه در زبان پښتو
به آن کلمه گفته میشه که به طور آزاد دارای، یعنی به تنهایی خود دارای معنا نمی باشد. او دینومون او فعلون سر کار ولکیگی و همراه اسمها و فعلها به کار برده میشه. لکه مانند لا، آیا به تنهایی خود معنا داره؟ نه خیر. تر، سخه، سو، پوری، هیچ کدامشون به تنهایی خود معنا نداره. زمانی معنا داره که همراه اسمها و فعلها به کار برده شود. حالا شما به مثال ها توجه بکنین. پا به تنهایی خود معنا نداره و کی هم به تنهایی خود معنا نداره. زمانی که همراه یک اسم و یک فعل به کار برده شود، یک معنا را چی میکنه؟ یک معنا میده. پاو کی در زبان پشتو میشه در صورتی که در بین اینا یک اسم و یا یک فعل بیایه. حالا شما به مثال توجه بکنین. ز پا کور کیم، ز پا کور کیم، یعنی من در خانه هستم. ز پا کور کیم، من در خانه هستم. یا مثلا میگیم که من در هرات زمین دارم، من در هرات زمین دارم. حالا هیچ قسم در زبان پشتو بگیم ز پا، که پا در اینجا به تنهایی خود معنا نداره و کی هم به تنهایی خود معنا نداره و زمانی که همراه فعل ها و اسم ها بیایه یک معنا را میسازه. ز پا هرات کی ازمک لرم، من در هرات زمین دارم، من در هرات زمین دارم. حالا به مثال دیگری توجه بکنین. لا همراه سره، لا هم به تنهایی خود معنا نداره و سره هم به تنهایی خود معنا نداره و این هر دو زمانی دارای معنا می باشه که همراه اسم ها و فعل ها یک جا بیاین. لا و سره میشه همراه یا با. حالا شما به مثال توجه بکنید. من با احمد هستم. حالا این با را چی میگه در زبان پشتو؟ من یا همراه احمد هستم. این همراه و با هر دو کلمه مترادف است. ز لا احمد سریم، ز لا احمد سریم، من همراه احمد هستم. یا مثلا میگین که من با زهرا صحبت میکنم. حالا این جمله را چه قسم بگوییم در زبان پشتو؟ ز لا زهرا سر خبری کوم، یعنی من همراه زهرا صحبت میکنم یا من با زهرا صحبت میکنم. تر پوری هم به تنهایی خود معنا نداره و زمانی که همراه اسم ها و فعل ها یک جا شود این دارای معنا میشه. تر و پوری در زبان پشتو میشه تا، یعنی زمانی که همراه فعل ها و اسم ها بیایه. من تا مکتب پیاده میروم، یک جمله حروف اضافت هست. من تا مکتب پیاده میرم. حالا چه قسمی رو بگوییم؟ اگر بگوییم که ز تر مکتب پیاده زم هم معنای نداره، چون که اینجا پوری باید همراهش یک جا بیایه. تر و پوری میشه چی؟ تا. من تا مکتب پیاده میروم. ز تر مکتب پوری پیاده زم، من تا مکتب پیاده میروم. یا مثلا بگوییم که تا هرات چقدر راه است؟ تا هرات چقدر است؟ در هرات پوری سومره لارده. تا هرات چقدر راه هستن؟ کی بودن حروف اضافت یا ادات در زبان پشتو. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما و اگر ویدیو را خوشتان آمد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و همچنان کامنت و شیر را فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.